کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شهروند 44 ساله یک از کشورهای خارجی را دستگیر نموده فعالیت‌های پنهانکارانه او را آشکار نمودند. در نتیجه تفتیشات پیشکی معین کرده شد که نامبرده آخرهای ماه اپریل سال روان با مقصد به صاحبکاری مشغول شدن به شهر دوشنبه آمده، اما فعالیت پنهانی جنایتی را پیشه نموده است. گمبرشونده در کوچه قطبی کرام با هدف تشکیل طربخانه تهخانه بینایی را به اجاره گرفته، اما برخلاف طلبات قانونگذاری عمل نموده مرکز خدمت رسانی های شهوانی تأسیس داده است. ضمن از نظرگذرانی معلوم گردید که دستگیر شده در داخل تهخانه 14 حجره با شرایط مخصوص آماده نموده در آنجا برای اجرای خدمت رسانی های شهوانی 15 نفر جوان دختران سبکپای را از کشورهای خارجی به اجرای این عمل ننگین جلب نموده است. در نتیجه عملیات اپراتیوی فعالیت این مرکز غیرقانونی پررا قطع کرده شد. نسبت گمانبرشونده با ماده 239 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. همزمان نسبت زنان سبکپای با ماده 130 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده در اساس طلبات قانونگذاری کشور از حدود جمهوری اخراج کرده می‌شوند. در واقع فعالیت غیرقانونی چنین مرکزها نه تنها قانون شکنی بلکه عامل تهدید به اخلاق و تربیت جوانان به شمار می رود. از این لحاظ از شهروندان خواهش کرده می شود که در حالت آگاه شدن از چنین کردارهای غیرقانونی جهت پیشگیری به مقامات میلیسیا مساعدت نمایند.